در حالی که همچون چوبی که آتش میسوزد در جنگ اوکراین شما رو استفاده میکنن. یعنی حالتی امروزای توجیک تو اون درجه اومده رسیده است که تو را در همه جا به تروریست گفته تهمت میزنن، تنقید میکنن، تحقیر میکنن، خاموشی را اختیار میکنی است. علاوه بر ضمن همین مشکلات ها باز از جانب پلیس همین کشور دستگیر میشوی، میبرند به اداره پلیس نوبسته از اون که شهروندی پتن داری، پرپیسکا داری، همه قانون رو داری، ترا دستگیر میکنن، میبرن در اداره پلیس لاتوکوب میکنن، چند روز نگاهت میدارن، اخیر دیپارتاسیون میکنن، پاسپورت انولی رو میکنن، روان میکنن، میره تاجیکستان. فقط در یک حالت رهایی داری که باید قبول کنی که تو آماده همچون یک چوبی که در داخل همون پیچکه‌ای که علاوش میکنن بسوزه، همچون یک چوب برای جنگ از جانب روسیه به اوکراین روان کرده شوی. برای در اوکراین در همون جنگ همچون چوب بسوزی، آتش بشه، کشته شوی، ولی اینها چیکار کنن؟ در امن امان زندگی کنن. حالتی امروزه مهاجر مهنتی تاجیک این است. شما دانسته بگیرید که اگر امروز ما و شما توانایی دفاع کردن از خودمون نداشته باشیم و بر نگردیم وطن خودمون رو نسازیم، مطمئن باشید که فردا بدتر می شود. همین طوری که عزت امان رو دفاع نکردیم، همین طوری که کرامت شریف رو دفاع نکردیم، قدرشون ندونستیم، اومدیم رسیدیم، فردا همین حالت به هر مهاجر مهنتی که امروز در فدراسیون روسیه از حقوق شما دفاع میکنند، اگر در کنارش نایستادیم، دست او را نگرفتیم، اون مطمئن نشد که فردا حالتش به حالت عزت امان کرامت شریف روبرو نمیشود، مطمئن باشه که بدتر و بدتر میشود. ما امروز میبینیم که ده ها مهاجر مهنتی از جانب همین پلیس اجباراً گرفته میشن، مجبور به جنگ اوکراین روان کرده میشوند. کی همین روز دفاع کرده میتونه از اینا؟ چرا قرغیزها، حکومت قرغیزها قانون قبول میکنند که مهاجر مهنتی قرغیز، شهروند قرغیزستان، حق در جنگ اوکراینش اشتراکی در جنگ اوکراین رو ندارد، حق جنگ ندارد، حق اشتراک ندارد، ولی تاجیکستان این کارو نمیکند. ما دیدیم که وقتی یک شهروند قرغیزستان در جنگ اوکراین رفت اشتراک از جانب روسیه، وقتی به قرغیزستان برگشت نسبتش پرونده جنایی باز کردن و او را به جوابگری کشیدن، بردن زندانش کردن که در جنگی کشورهای بیگانه رفته اشتراک کردی. اما در داخل وطن ما، در داخل تاجیکستان، حکومت ما در گوشاش پخته زده است، در دهنش کش زده است و هیچ جور در چشمش عینک سیاه زده است و هیچ جور نگاه نمی‌کند و هیچ جور نمی‌بیند و نمی‌شنود. و مهاجر مهنتی تاجیکستان در بدترین حالت گرفتار شده است. همون حادثه‌ای که یک خانواده تاجیک وقتی که فرزندشون رو، بچه را می‌بردند به جنگ اوکراین می‌بردند، گریه و فیغان و دادوای می‌کرد، همون حادثه را شما ندیدید؟ همون حادثه فردا سر شما میاد. امروز تنها به خاطر کسانی که شهروندای روسیه رو گرفتن، اونها را اجبار نمی‌کنند. هر مهاجر مهنتی را که می‌قپند، او را میگن که اگر بخوای که در این فدراسیون روسیه مونی، در عوض پول باید برای از جانب روس‌ها بجنگی، اگر نجنگی عمر برباد از اینجا دیپارتاسیون میکنیم. یا اینه که در حوض بر یک عملی تروریستی میره زندان میشه. هزارها زندان‌های روسیه که در اونجا تاجیکان نشستند به این حالت گرفتارند. هر روز اونها را چیکار میکنن؟ میان مغزشویی میکنن، نسبتشون برنامه کشیدن، دهها دروغ و بهتان در عوض پول بیاید در جنگ اوکراین اشتراک کنید و برای شما ما آزادی میتیم، برای شما ما پول میتیم، برای شما ما حیثیت میتیم. در حالی که همچون چوبی که آتش میسوزد در جنگ اوکراین شما را استفاده میکنه. چند تابوت تاجیکستانی در همین جنگی که برای ملت تاجیک نیست، برای تاجیکستانی نیست، برای منفعت دین و ناموس ایمان شما نیست، برده به تاجیکستان گور کردن. چند فرزند تاجیکستان در همینجا کشته شد. حتی قدری همین تلفاتی که خودی همینا میتن، قدر همینا را نمیدونن. همین زندانی های روسیه که حتی رفتن از جانب فدراسیون روسیه در همین جنگیدن، در کجا قرار گرفتن؟ وقتی که قبرستانی همین جنگجوی زندانی در فدراسیون روسیه از جانب روسا چیکار کرده شد؟ کاملا رفته شد، همه قبر پرشون از بین برده شد، هیچ قبر در اونجا باقی نماند. بعد از چند ماه آخر
حتی به زندانی‌های خودشان که میروند میجنگند اینو احترام قائل نیستند به تاجیک خودت که در داخل زندان به خود احترام قائل میشوند و یا خودت را جواب میتن که برگردی به تاجیکستان بیرین. آیا فکر میکنید همین حادثه هایی که عین حال رخ میتید در فدراسیون روسیه در داخل زندان در بیرون همین حالت ها فکر میکنید همین خیلی تصادفی یک تاجیک رو مخشویی میکنند همین تاجیک میاد به همین حالت ها دست میزند؟ چه کار سبب میشود که یک تاجیک دست به تروریستی میزند؟ چه حالت هایی به میان میآید که این تاجیک دست به چنین کارها میزند؟ فکر میکنید که خودتون رو تصور کنید که به یگان کاری که برای شما فشار نیاید ظلم نباشد کار شما ساز باشد و زندگیتون پیش باشد شما به یگان راه غیر قانونی دست میزنید؟ شما میرید جان خودتون رو در خطر میگذارید و شما میرید در جنگ کشور فدراسیون روسیه در اوکراین میجنگید خودتون رو همچون چوب در آتش میپرتید. آخر وقتی که شما یک جا میدونید چاه هست شما داخلی چاه که نمیروید. بر اساس همین برادران و خواهران عزیز گرامی قدرم امروز حالتی است که ما و شما برای اون حالت باید فکر کنیم اندیشه کنیم باید کار کنیم برنامه ریزی کنیم حکومت را مجبور کنیم که چیکار کند برنامه بسازد جای کاری بسازد.